مسئله سفر. یعنی طبعا نام یکی از شروط صوم گفتیم چیه؟ الاقامه. یعنی صوم حقی که به واجب میشد حق مقیم به، فرض حق مقیم به. نام سفر یعنی چی میشد؟ یعنی یسقط عنه صوم به دلیل قول رب العالمین و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. اذن یعنی همین سفر انده حق مسافر به روزه واجب نه. نام لیکن قضا، لیکن چیکار میکند؟ یعنی قضا میکند. لیکن چیکار میکند؟ یعنی قضا میکند. لیکن چیکار میکند؟ قضا میکند روزیشه. همین خیلی نه روزیشه چی میکند؟ یعنی روزیشه قضا میکند و چیکار میکند؟ روزیشه قضا میکند. فهمید؟ آن اکنون این جنده مسافر چی گفتیم باید با فرض نه، فرض نه. لیکن اگر روزه دارد چه جایز یا جایز نه؟ بعض اهل میگن که جایز نه، یعتمو به صومه که گفتن با روزه دارش که چه گناهگار میشه گفتن. روزه دارش که چه میشه گفتن؟ یا گناهگار میشه. این قول داوود ابن علی، قول ابو محمد ابن حازم و قول اهل ظاهر گفتن که حق مسافر با روزه داشتن حرام، جایز نه. روزه دارن در جهت حتی بعضیشون روزش باطل میشه. اندید یعنی برای که دلیلش من کان مریضا او علی سفر فعدة گفت. نام و رسول صلی الله علیه و سلم چه گفت حق مسافرایی که روزه داشتن؟ چه گفت؟ اولئک العصاة اولئک العصاة. همین هو وقتی که دید که اینا روزه داشته بودن، نام روزه داشته بودن چه گفت؟ یعنی گفت که اولئک العصاة و ایها چی ان گفت؟ یعنی گناهگاران و ایها گناهگاران گفت. و كذلك دیگه حدیث اند چه گفت؟ لیس من البر السفر الصوم في السفر. نعم ليس نعم من البر الصوم في السفر. فهمتید؟ اذن از کار خیر نه وقتی سفرند روزه داشتن. همین دلیلشون. فهمتید؟ لیکن این قولشون طبعا یعنی چی میشد؟ معقب میشد به حدیثایی که حدیثای صحاح و صریحی که اومده که رسول صلی الله علیه و سلم سفرند روزه داشت و صحابه ها داشتن و داشتن به اجازت داد. فهمید؟ یعنی هم به قول راجح، قول جمهور اهل علم یعنی چی میشد؟ یعنی روزه داشتن ممکن، روزه داشتن ممکن. فهمید؟ یعنی حق مسافر به فرض نه، اما دارد لا بأس میشد، دارد میشد جایز حقش به کنه. اختلاف کردن کدومش بهتر، کدومش بهتر گفتن. اکن اجازت اند اختلاف نه میشد، دارد میشد دو چیزن اتفاق کردن. حقش به فرض ده و اگر دارد روزش قبول میشد و به قضا نیستونه. این به اختلاف، لیکن اختلاف کارگاه شد چیزه صحیح مسئله که نم ایهما افضل الصوم ام الفطر. همین به اختلاف کردن. بعض اهل علم ذهبوا الى ان الافضل في حق الصائم في حق المسافر الصوم. فهمتید؟ الصوم برای او که چی گفتن؟ یعنی گفتن که الله سبحانه و تعالی چی گفت؟ یعنی اصل گفت که وسابقوا نام الخير خیرات بس مسابقه کنید گفت و نمیدونی که این چیزایی مثلا چی نمیدونی که فردا چی شده بمونه حالت تونه مثلا رمضان اند آسان‌تر همراهی مردم روزه گرفتن یعنی از ذمه ساقط میشه. همین چیزا که چی کردن؟ یعنی فهمید؟ مملکت افضل گفتن. لیکن علی کل یعنی اذن القول راجح یعنی حالت مسافر بمینگریم، حالت مسافر بمینگریم. اگر بریم که همین روزه نام همین سفر مشقت آور، نام مشقت آور روزه یعنی چی میکندش؟ مشقت کننده، ممکن هلاک میکنه، چی میکندش؟ خودش به دیگرها به ضرر میرسد و یعنی بهترش روزه نمیداره. لیکن اگر بیند که هیچ خیلی مثلا مشکل نیست، هم مثل خونی مثل موشدانه میرد میبید دوری که ما گویا که خوننده اشتاد هیچ خیلی مشقت آور نه، هیچ خیلی مشقت نه و یعنی چی میکند؟ یعنی روزه میگیرد. نعم حالا من به حدیث جابر رضی الله تعالی عنه که رسول صلی الله علیه و سلم خرج عام الفتح یعنی متفق که سال هشتم یعنی فتح لبای چه گفت؟ استفاده مشقت میشد اما قول مسلمان خوب شد. سفر شد مشقت میشد. کی سفر میشد؟ اگر سفر میگیم سفر به مشقت نمیشد. سفر به مشقت نمیشد.
سفر به مشقت نمیشه. اگر به مشقت شود چی سفر نه و چی بشه؟ ها چی بشه یعنی؟ اذا خرج عام الفتح یا رسول صلی الله علیه و آله و سلم اذا چی شد یعنی عام الفتح یعنی چی شد بر اومد طول هشتمانده کدومانده ماه رمضاننده فتح مکه برافت في رمضان يعني معروف که بین اهل تاریخ هیچ خیلی خلاف نیست که فتح مکه طول 8 ماه چنده بود ماه رمضاننده بود فصام اذا چیکار کرد علیه الصلاة والسلام نام روزه داشت حتی بلغ قراع الغمیم نام یقع بین مکه و المدینه و هی اقرب ما یکون الى مکه من المدینه بعد در منطقه‌ای که جواب مکه به نزدیکتر هوا سخت گرم سفر نام بالای شتورنده یعنی پیاده رفته استوده یعنی ها یعنی جای سوی میکرده که چی نیست یعنی بالای شتورنده نام یعنی رفته استوده یعنی بالای از سحر مثلا میری برای شبونه راه نمیرن سحری مثلا چه بعد تو بای مثلا اینجا بومداد خونده تا پیش خورفته پیش خونده تا عصر خورفته نه ها یعنی چیکار میکنن یعنی فجر میخورند و راه میبرن تو شام تگی افتو بنده یعنی هم بالای شتورنده گرم شنگ تشنگی گرسنگی چیز سونه مثلا بس عملیات ماشین که این مثلا فرق از زمین تا آسمانه اذا چی شد یعنی امننده شد آدما روزنده یعنی ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظرنا إليه. إذن رسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس بماذا؟ بفعله كيف كما يعلمهم بماذا؟ بقوله. أنا من خلال سنة رسول صلى الله عليه وسلم خیلی که آدمای با قولش تعلیم میداد این چنین بچه به فعلش تعلیم میداد بچهش تعلیم میداد نه به فعلش چی تعلیم میداد ثم گرفت چیکار کرد آش اومد برای که اگر گوید که روزهات نخورید آدما چه میکنن یعنی این یعنی رسول صلی الله علیه و سلم چه خودش روزه میدارد و ما میخوریم گفته ممکن چی نمیکنه همین برای که دیگرها به عبرت شد که خودش خورد صلی الله علیه و سلم برای اون که چوای سفر مشقت وزمین با بالای این به چی مثلا جنده حیوله آن چی هست بالای ایننده غزوه پیشنده جهاد اینو انتظار حاضر یعنی ها قریشی ها مثلا لشکر تیار کرده مثلا جنگ بیانه فقیل له بعد ذلك ان یعنی بعد از همین کردن هم وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر اومد که بعض آدم‌ها روزه داشتن رسول صلی الله علیه و سلم که اولئک العصاة في لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم نم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت فدیدید یعنی اذا چه انا من چیز شق عليهم یعنی اذا سفر خودش یعنی چی این معنیش نه که یعنی چی میشه یعنی فرض که کدوم یعنی فرض که روزه شکنی کدوم وقتنده تو به یعنی روزه شکستن بهتر میشد مشقت شود اگر فهمیدید مشقت یعنی روایتی چی میشه یعنی شق علیهم برای که پیش از اینم سفرنده بودن روزه داشتن برای چی برای که سفرنده مشقت نشد فهمیدید یعنی برای که اینا مثلا گیجونده یعنی قریب معنیش که 6 روز یعنی معنیش اینا رمضاننده بر اومدن قریب 6 روز روزه داشتن برای که سفرنده یعنی چی لم تحصل لهم مشقه نشد لیکن وقتی که آخرین روزنده مشقت شد هوا گرم تو تمام مکه به نزدیک شد استادیان قریشی ها او باشه تیار کرد زیدین ها مشقت سخت شدگینده سونی رسول صلی الله علیه و سلم که روزه هاتون چی خورید همینایی که خوردن گفت که چی گفت اولئک العصاة فهمیدید اذا علامین حالتنده فهمیدید یعنی همین به یعنی اینجا انده چیه مونده قاعده هایی که العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب میگیم العبرة بماذا بعموم اللفظ میگیم لا بخصوص ماذا السبب یعنی ما سبب نمیگیریم ها یعنی چی بمیگیریم یعنی لفظ بمیگیریم مشقت بمیگیریم اذن چی میشد مشقت بمیگیریم اذن هر یک سفری که مشقت میشد علمیننده چی میشد یعنی روزه افطار کردن بهتر هر سفری که باید مشقت نمیشد باید چی میشد یعنی روزه داشته میشد یعنی فهمیدید اذن عبره همین که میشد یعنی برای که سفر هر خیل یعنی این هر کس میدوند هر کس میدوند یعنی یک سفر ای که مثلا میری میبیای مثلا چوای 3 روز 4 روز باید که دام گیری لیکن سفر ای که میری میبیای ممکن 3 بار 4 بار میبیای هیچ خیل مثلا یک چی
هم مشقت حس نمیکنی. برای همین اینجا قول مثلا چه حدیث نام حدیث جابر هم به دلالت میکند که اذن یعنی چای بیت القصید میگیم، یعنی چیزی که فرق میکنه این چای مشقت. سفری که مشقت های حق صائم و مشقت آور های سفرش حق وای به روزه خوردن بهتر. اما مشقت نباشد چی بهترش؟ روزه دار میگیم. روزه چی میگیم؟ دار روزه دار. فهمید؟ دلیل حدیث چی نعم حديث نعم إن حديث عائشة رضي الله عنها صحيح مسلم عنده حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه رسول صلى الله عليه وسلم فرسوف يا رسول الله أجد بقوة في الصيام في السفر فهل علي جناح؟ يعني من سفر عنده يعني چه قوة ماي يعني رواية مسلمان بومده که نعم وأحيانا أسافر في نهار رمضان و من کثیر سفر بسیار میکنم. بعضی وقت سفری من چی میشه؟ یعنی رمضان به مصادفه شده میمونه، رمضان به مصادفه میشه. همین انده سفر من در روزه خورم یا روزه چیکار کنم؟ یعنی روزه دارم میگود. گفتگی در رسول صلی الله علیه و آله این رخصت گفت من الله تعالی فمن اخذ بها فحسن و من احب ان يصوم فلا جناح علیه. اگر مثلا که نم این میگود این رخصت از الله تعالی، اگر خواستی دار اگر نخواستی خور. اذن چی میگی؟ اذن چی میشه؟ یعنی هم به قول جمهور اهل علم یعنی چی میکنن اینا با چیکار فرق میکنن؟ با مشقت. سفری که سفرند مشقت هست باید بهتریش حق صائم روزش میخورند. از سفری که باید مشقت نیست حق صائم باید بهتر چه روزش دارد. همین به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میگه که و نبی صلی الله علیه و سلم کان یصوم فی سفره و عبد الله بن رواحه کان یصوم فی سفره نعم و حمزه ابن عمرو الاسلمی کان یصوم فی سفره. اینها چه سفرند حضرند روزه می داشتند. یعنی این امر نسبی. اگر که مشقت حس کردی بهترش روزه خوری کنه چیکن قضا کن. دیدی که مشقت نمی آورده باشد بهترش چه روزه دارو یعنی چه ذمت یعنی چه بردار این بهتر. والله اعلم والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه.